باز میگه یا فلان و یک فلانی شخص، یکی برات قصه کنم، عملت البارحه کذا و کذا، من شبی گناه را کردم، شبی گناه را کردم. یعنی امو گناه ها و بدبختی ها و هر چیزی را که کرده اینه باز بر مردم قسم میکنه. اینه باز الله اینه نمیبخشه. چرا؟ میگه کل امتی معافى الا المجاهرین، تمام امت معفو میشه، این از عفو الهی محروم میشه. چرا؟ خودش نخواست که مثلا ستر شود، خواست که گناه در بین مردم عام شود. خیس قصه های گناه خود میکنن. بعضی اوقات سعی کنی ریشش سفید است، ریش سفید بسیار پاش در لب مرگ است. وقتی که جوانان میشینن باز گناه های جوانی خود بر از اینا قصه میکنه که من در جوانی می گناه را کردم. اگر کسی کار کرده توبه بکنه، استغفار بکنه، بر بارگاه الله گریه بکنه و عذر بکنه که الله متعال این را عفو بکنه. این بسیار خطرناک است و احتیاط بکنیم که اول خود گناه نکنیم و باز اگر انسان گناه میشه که این مردم خبر نداره، به زبان خود بر مردم قصه کردن گناه ها، چی صغایر باشه و چی کبایر باشه، این در مجاهره داخل میشه. الله متعال